کار خوب. بشین. چی شد؟ از مادرم تشویش شدم. کاش حاضر صدایش رو میشنیدم. میشنوی. از اینجا که راه یافته میشنوی. من با او شناس نیستم، ولی باوری دارم که تو این حسن زیبا را از مادرت گرفته ای. من فکر کردم که تو تنها خودت رو تعریف میکنی. یوز، اگر از اینجا رها شویم تو دوباره آغاز میکنی؟ چرا؟ یعنی گفتنیم عاشق شدن را. من به این مسئله نقطه گذاشته بودم. نقطه گذاشته بودم، ولی تو پیدا شدی. میدونم برای تو تا حال مشکل است. شاید برایمون امکانیت میدهی. ندونم، شاید سفسطه تا بعد. من از دست داشتن میترسم، چون که هراس دارم که باز او را از دست میدهم. من راضیم. من از ترسی تو هم راضیم. تو پای نبردی که من به تو احسن میگویم. حیران میمونم. برای چی؟ برای جسوریت، نو بسته از رنج و کلفتت. در تو چیز نهان است که در دیگران نیست، آنی که تو را برای زیستن می دارد. دل بستگی است. این را دیگر خیل نام برده نمی توانم. تو هیچ تسلیم نمی شوی. همین کارت مرا دیوانه می کند. ولی از سوی دیگر به من پسند است. تو به من درباره خودت گپ میزنی دریا. شاید. گمان میکنم اگر سویت روم میسوزم. پس بگذار هر دو سوزیم. من با این هم راضیم.
صدای سگ‌ها. آنها نزدیک می‌شوند.